سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه تنها بودن اثر استاد اردوان کامکار رو با هم دیگه تمرین کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. میدونید این قطعه به اسم زخم زبون معروفه، قطعه‌ای که تو فیلم علی سنتوری اجرا شد و خب محسن چاوشی عزیز خوندن این آهنگو. خیلی قطعه معروفیه و فکر کنم همتون شنیدین و هممون باش خاطره داریم. اجرا کردنش خیلی خیلی لذت بخشه. اول ممکنه به نظر یه خورده سخت بیاد، ولی خب اگه یکم بیشتر تمرینش بکنید، بیشتر این ویدیو رو برگردید نگاه بکنید و تکنیکاش رو مرور بکنید، مطمئن باشید که با تمرین و تکرار میتونید اجراش بکنید. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب بکنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. و این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت بکنید، به من انرژی و انگیزه بدید که این مسیر رو هر چه بهتر ادامه بدم. یادتون باشه که این ویدیوها صرفا برای کانال یوتیوب من گرفته میشه و اگر این رو از هر پلتفرم دیگه میبینید کاملا غیر قانونی و غیر اخلاقی هست. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. خب این قطعه دوچاره، البته وسط‌های قطعه یه جایش تغییر میکنه، ولی خب بیشتر قطعه دوچاره و خب میدونید دو ضربیه و به صورت یک و او دو و او شمرده میشه. البته یه جاهایش ریتمش یه کمی سخته، یه جایش حالا وقتی بهش رسیدیم بهتون توضیح میدم که چطور باید اجرا بکنید. در مورد کوک قطعه یادتون باشه که حتما خرک اول سیمای زردمون باید نوت دو کوک باشه. اگر که توی سنتور شما خرک اول می کوکه، حتما دو کوکش کنید، چون اگر غیر از این باشه نمیتونید این قطعه رو اجرا بکنید. تغییراتی که نسبت به کوک شور داره رو بهتون میگم، چون بقیه‌اش دیگه دقیقاً مثل همون کوک شوره. یکی خرک اول رو حواستون باشه، یکی اینکه رئا باید هم صدا بشه، یعنی ری زرد و سفید هر دو باید بکار باشه، چون توی کوک دستگاه شور ری زردمون کرونه. هر دو رئا رو بکار کنید. و نکته سوم اینه که لای سفید و پشت خرک هر دو باید بمول باشه و همچنین لای زرد، یعنی کلا لای سنتورمون بموله. حالا حواستون باشه چون توی کوک شور لای سفید کرون پشت خرک بموله و خرک سنتور معمولا یه ذره به سمت راسته. شما باید خرک رو یه ذره بکشید سمت چپ که توی راستای بقیه خرک‌ها قرار بگیره و بعد نوتتون رو لا بمول کوک بکنید، یعنی دو طرف باید چک بکنید که هم سفید هم پشت خرک صدای لا بمول بده. و بهتره که خرک اول سفیدتون هم بمول کوک باشه. برای یه جاهایی ممکنه خوش دست‌تر باشه که از پایین استفاده بکنیم، البته میتونه اختیاری باشه، ولی خب در کل از می بمول توی این قطعه استفاده میشه و می کرون کلا نداریم. این تغییرات کوکی بود که نسبت به دستگاه شور داریم. البته اینو میتونید توی اون سرکلیدش هم ببینید دیگه، مشخص کرده نوشته سی بمول، می بمول، لا بمول، یعنی اینکه این سه تا نوت باید بمول کوک باشه و بقیه نوت ها باید همه بکار کوک باشن. خب اگر این مطالب رو میدونید که چقدر عالی. اگر نمیدونید باید حتما کوک کردن رو بلد باشید، یعنی اگر که با کوک همیشگی بخواید اجرا بکنید قطعا اون صدا رو نمیده، اصلا نمیشه اجراش کرد. کلا به عنوان نوازنده باید حتما کوک کردن رو بلد باشید دیگه. اینو میتونید خیلی راحت، من یه پکیج کامل آموزش کوک دارم، میتونید از این پکیج استفاده بکنید که تمام مطالبی که شما باید بدونید برای کوک کردن، چه مطالب تئوری چه مطالب عملی رو کامل آموزش دادم و به راحتی میتونید کوک کردن رو یاد بگیرید. میتونید از این پکیج استفاده کنید. خب میریم از اول شروع میکنیم و نوت خونی میکنیم و با هم دیگه میریم جلو. نوتامون هست دو با سل، بعد سل و دو، دو با می، می با سل، بعد تو میزان بعدی میشه سل دو، ر فا، فا سی، سی ره. اجراش میکنیم به این شکل میشه دو سل، سل دو، دو می، می سل، میزان دوم سل دو، ر فا، فا سی، سی ره. پس حالا پشت سر هم اجراش میکنم، میشه که خیلی واضحه، ریتمش که خیلی مشخصه، یک و دو و یک و دو و یک و دو و یک و دو و، که بعد باید تمرینش کنید که بتونید سریعتر بزنید. اگه بخواید با سرعت خودش بشه اون وقت میشه خیلی خب. میریم سراغ قسمت بعد. خب میزان بعدی، میزان آخر خط اول با میزان اول خط دوم میشه یک جمله. نوتامون هست
دوی بم، دو ره می فا می ره دو، سل دو ره می فا ره سل، سل دو سل. اجراش میکنیم روی سنتور میشه دو دو ره می فا می ره دو سل، دو ره می فا ره سل، سل دو سل. ها این سل دو سل که بعد این سل دو سل وصل میشه دوباره به تکرار که روی دوی بم میخوره، میشه سل دو سل دو. پشت سر هم براتون دوبار میزنم با سرعت خیلی کم. حواستون به راست چپش خیلی باشه. یه جاهای 2 تا راست داریم، یه جاهای 3 تا راست داریم. دقیقاً باید همونطوری که خودش نوشته اجرا بشه. این چپ راست چپه باید حتما دقیقاً همونطوری که نوشته شده اجرا بشه. یه دور با سرعت بالاتر براتون میزنمش پشت سر هم که ببینید چی میشه. بسیار. میریم سراغ قسمت بعد. همون حالت دوباره تکرار میشه ولی آخرش تغییر میکنه دیگه. نوتامون هست دو دو ره می فا می ره دو، سل دو ره می فا ره سل، سل می دو. پس اون تریوله آخرش، اون 3 تا نوت سلاچنگی که آخرش داریم که باید توی زمان 2 تا نوت اجرا بشه، خیلی سریعتر باید بزنیمش. نوتمون میشه سل می دو. اجراش میکنم از میزان دوم توی خط دوم. ببینیم چجوری میشه. و وصل میشه به جمله بعدی. میریم سراغ خط سوم. نوتامون هست سل، سل دو می سل، سل می دو، سل سل لا سی و بعد وصل میشه به اون تریلا. میدونید که تریل دو رو به صورت 4 تایی میزنیم، دوره دوره، سی دو لا سی سل لا و بعد جمله بعدی میشه فا فا لا دو فا فا دو لا، میزان آخر فا فا سول لا، تریل سی، سی دو سی دو لا سی سول لا فا سول. اوکی اجرا میکنیم ببینیم چی میشه. اینجا حواستون باشه این حالت یه جوری هست که انگار سول اول جدا میشه، اون تریوله با سول بعدی این 4 تا نوته با هم دیگه اجرا میشن. پس میشه سول، بعد سول دو می سول، این 4 تا با هم، دوباره 4 تای بعدی میشه سول می دو، اون سول زرده هم انگار 4مین نوت این تریوله میشه و بعد وصل میشه به اون سولاسی که رو سیمای سفید میزنیم. براتون اجراش میکنم. همین حالت یه اکتاو زیرتر اجرا میشه توی خط چهارم. میشه سل، سل دو می سل، سل می دو سل، میره پشت خرک سل لا سی تریل دو. دقیقا همون چیزی که رو سیمای سفید زدیم، رو سیمای زرد و سفید زدیم، حالا روی سفید و پشت خرک اجرا میشه. میزنمش میشه آخرش ولی تغییر داره دیگه، متوجه شدید فکر کنم. توی خط پنجم میزان اول میشه فا فا سول لا تریل سی، میشه سی دو سی دو و بعد میاد پایین میشه لا سی سول لا فا سول می فا ره می دو سول و بعد یه تریوله سلاچنگ داریم که هست می دو سول که وصل میشه به اون مجموعه دولاچنگایی که توی خط اول هم داشتیمش، به همون جمله اول. من براتون یه بار دیگه از شروع خط سوم میزنم و بعد وصلش میکنم به ادامهش که دیگه تکرار بالا هست. بشنویمش. وصل میشه به همین قسمت ابتدایی ما و بعد ادامهش بعد از این همون دوبلایی که اول کار زدیم تکرار میشه، فقط آخرش تغییری داریم. همون دوبلا رو میزنیم، فقط آخرش یه هفتایی داریم که یه سری نوت سلاچنگ از سل شروع میشه میره بالا و تو اول خط بعد میرسه به سل پشت خرک و از سل سفید میره تا سل پشت خرک. چیزی که بعد حواستون باشه دوتا راستیه که اینجا رو رومی میفته، حتما رومی رو باید با دست راست بزنید که درست در بیاد اجراتون. پس اجرا میکنیم از
شروع این خط از شروع این جفتا میشه خب حالا یکم با سرعت کمتر میزنم. این چیزیه که قراره در نهایت اجرا بشه، ولی شما باید اول با سرعت کمتر شروع بکنید. صدای این سلاچنگا کاملا واضح شنیده بشه، تک تک نوتا بخوره دقیقاً رو همون سیمی که باید بخوره. با سرعت کم هست سل لا سی دو ره می فا سل ها. اینو باید بشینید حسابی تمرینش بکنید. همینو هی تکرار کنید و بعد آروم آروم سرعتش رو ببرید بالا تا تبدیل بشه به این. چون میدونید که قراره توی یه وقتی ما داریم میشماریم 1 و 2 و توی باید این مجموعه هفتایی سلاچنگ اجرا بشه. یعنی نوتامون میشه 1 و 2 و 1. سر 1 باید بخوره رو اون سل پشت خرک. یه بار دیگه میزنم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و بعدی هم سکوته. بعدش از اینجایی که سل پشت خرک رو میزنیم قسمتیه که دیگه شعر شروع میشه و این نوتایی که شما دارید میزنید عملاً ملودی نیستن، اینا فقط نوتای همراهی هستن. برای اینکه بهتر درکش کنید خوبه که شعرش رو یاد بگیرید، آهنگش رو بیارید تو ذهنتون و بر اساس آهنگش اجرا بکنید اینا رو. ولی به هر حال حالا ما میزنیمش برای اینکه بدونید که چطوری اجرا میشه. بعد از اون سله یه میزان کامل سکوته، یعنی سلو که زدیم میشه 1 و 2 و 1 و 2 و. حالا میزان بعد از اون جفتا نوتامون هست جفت دو و لا و فا و دو و لا و فا و دو. اجراش میکنیم روی سنتور به این شکل میشه. خیلی حواستون باشه که کجا باید دست راست بالا باشه، کجا باید دست چپ بالا باشه. یه بار دیگه میزنمش. میریم قسمت بعد. باز دوباره همون جفتایی که توی شروع داشتیم داره تکرار میشه، جفتایی که فقط نوت دو و سل و می توشه. دو میزان آخر رو میزنیم و خط بعد، خط یکی مونده به آخر، یه سری دولاچنگ داریم که از نوتای ر و سی و فا تشکیل شده. در واقع بهتره که اینجا نوتا رو به این شکل ببینیم که 4 تا نوت اول هست ر سی فا ر، 4 تای بعد هست سی فا ر سی و بعد 3 تای بعدی که هست فا ر سل که وصل میشه به اون دویی که رو سیمای زرد داریم، دو و بعد دو پیانو. به اون پیانو فورته هایی که نوشته سعی کنید توجه بکنید. جایی که پیانوه باید خیلی آروم بزنید، جاهایی که فورته هست قوی تر میزنیم. پس نوتامون توی این دو میزان به این شکل میشه. یه بار دیگه میزنم، به راست چپش دقت بکنید. ادامهش فا لا دو فا لا دو فا لا، میزان بعد دو فا لا دو فا لا دو فا و یه سری مجموعه دولاچنگ به صورت آرپژن اینا دیگه. و بعد تو خط آخر فای پشت خرک و بعد از سی زرد به ترتیب میاد بالا سی دو ر می فا سل لا سی دو ر می دو دو. میزنیم از میزان سوم توی خط یکی مونده به آخر. پس بهتره برای اینکه یک کمی ملودی رو بهتر درک بکنید از اول خط یکی مونده آخر براتون اجرا کنم. میریم سراغ قسمت بعد. دوباره یه سری جفت داریم. اینجا جفتای ما ترکیب نوتای فا لا دو هستن، یعنی میشه دو و فا، فا و لا، لا و دو، دو و فا، میزان بعد فا و لا و دو، دو و فا، فا و لا و حالا اینو میزنیم بعد میریم توی صفحه بعد که جفتای بعدی رو داریم. پس میشه پس به ترتیب میاد بالا
فقط ترکیب نوت‌های فا و لا و دو رو داریم توش. یه بار دیگه بشنویم. سعی می‌کنیم اون کرشنداش رو رعایت بکنیم. اول صدا کمه، آروم آروم صدا زیاد میشه. میریم تو صفحه دوم. جفتایی که داریم اینجا ترکیب دو و سل و می میشه که اینو قبلا هم زدیم. پس نوتا اون هست. که باز دوباره اینجا هم سعی می‌کنیم پیانو به فورتش رو رعایت بکنیم. پس میشه و چهار میزان بعدی که دقیقاً تکرار همون قسمتیه که قبلا هم داشتیم براتون اجراش میکنم. میریم قسمت بعد که ملودی جدیدی هست. اینجا باید یه ذره تمرین کنید، یکم تمرکز میخواد که دست راست و چپ دو تا صدای مختلف، دو تا حرکت مختلف داره. ببینید دست راست حرکتش خیلی ساده است. اگه بخوایم نوتای پایینی رو بخونیم، نوتایی که رسیمای زرد داره حرکت میکنه، میشه سل لا سی دو ره می دو، دوی بم، یعنی دست راست اینو میزنه سل لا سی دو ره می دو دو. این چیزیه که دست راست میزنه. اما دست چپ داره رو سیمای پشت خرک میزنه سل فا سل لا سی لا سل فا سل لا سل فا می ره دو. پس این چیزیه که دست چپ میزنه میشه سل فا سل لا سی لا سل فا سل لا سل فا می ره دو. حالا باید این دوتا با هم دیگه ترکیب بشن. با هر ضربه دست راست باید دو تا ضربه دست چپ بخوره. یعنی سل میشه سل فا، میشه سل فا، لا میشه سل لا، سی میشه سی لا، دو میشه سل فا، ره میشه سل لا، می میشه سل فا، دو میشه می ره و دوی سفید که با دوی بم با هم دیگه همزمان میخورن. پس میشه خیلی باید تمرینش بکنید که بتونید این تمرکز داشته باشید که دست راست و چپتون رو جدا از هم دیگه کنترل بکنید و بعد آروم آروم سرعتش رو میبرید بالا تا بشه ادامهش. این ملودی رو یه بار دیگه باید اجرا بکنیم، این بار یه اکتاو بمتر و با یه ذره تغییر. یعنی دست راست میزنه سل لا سی دو ره می ره دو. پس دست راست میزنه سل لا سی دو ره می ره دو. دست چپ میزنه سل فا سل لا سی لا سل فا سل لا سل فا سل لا سل. یعنی مثل بار قبلی نمیاد پایین بزنه میره دو، آخرش میزنه سل لا سل. حالا این دوتا رو با هم دیگه بشنویم. خیلی باید تمرین بکنید. یه بار دیگه این دوتا رو پشت سر هم بشنویم. خیلی خوب، میریم سراغ جمله بعد. فا فالا دو فا. اینجا باز دوباره به این شکل میشه که اون مجموعه تریوله با نوت بعدی به صورت چهارتایی اجرا میشه. پس فا اول جدا میشه و بعد داریم فالا دو فا، دوباره فالا دو فا یه اکتاو بمتر، بعدش میشه فالا دو فا و یه لا هم آخرش اضافه میشه و توی خط بعد یه سکوت دولا چنگ داریم و بعدش از نوت سی یه تیکه میاد پایین تا سی زرد، از سی پشت خرک تا سی زرد، سی لا سل فا می ره دو سی لا سل فا می ره دو سی و بعدش یه تریل می داریم میشه می فا ره می و یه دونه فا. این قسمت رو اجرا میکنیم به این شکل میشه. یه بار دیگه بشنویمش. تا اینجا که زدیم، یعنی بعد از تریل می که میشه ره می فا که اون فایی که روی میزانمون هست وصل میشه به اون مجموعه قبلی. حالا همون حالت آرپژا رو دوباره تکرار میکنیم ولی این بار به جای فا لا دو نوتای فا سی ره رو باید بزنیم. نوتای فا سی ره به این شکل میشه
و قسمت بعدش که یه سری تریل داریم میشه سی دو سی دو سی دو، لا سی لا سی لا سی، سول لا سول لا سول لا، فا سو فا سو فا لا سول. پس یه بار دیگه این قسمت رو بشنویم از شروع اون آرپژا که میشه از خط سوم میزان سوم. بعد از اینکه اینجا رو زدیم دیگه بقیه نوت‌ها همه تکراره، دیگه میمونه اینکه ترتیب اون تکرارا رو درست بتونید اجرا بکنید و البته یه کوچولو یه جاهای تغییرات جزئی. مثلا از خط بعد نوتامون همون جفتا هست، همون جفتایی که توی شروع قطعه زدیم، فقط آخر خط دو تا دوبلمون میشه دوبل فا و سی. به جای اینکه دو تا دوبل آخر باشه دوبل فا و سی و بعد سی و ره، دو تاشو دوبل فا میزنیم. کل خط رو براتون میزنم این جفتا رو. آخرش دوتا دوبله فا و سی میخوره و بعد وصل میشه. گفته از آ تا بی رو دوباره تکرار کنیم. از آ که در واقع شروع همون قسمت وکالمون هست، از همون ریز سول شروع میکنیم، این کل این قسمت رو تا بی تکرار میکنیم و بعد ادامهش دوباره همون آرپژیه که اول کار زدیم. بعد از اینکه این جمله رو زدیم یه دالسینو الکودا داریم، یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی باید برگردیم از علامت دالسینو که توی خط سوم هست، این قسمت رو تکرار کنیم تا کجا؟ تا خط 1 2 3 4 5 تا خط ششم، اونجایی که علامت تکرار دو میزان داریم. این قسمت رو دوباره تکرار میکنیم، این سه خط رو. اینو که تکرار کردیم دوباره یه سری مجموعه جفتایی رو داریم که تکرار همش، دوباره تکرار آتابی، چون میدونید این یه ملودی هست قسمت وکال ما که داره 3 مرتبه اجرا میشه، به خاطر همین هی تکرار خورده. دوباره این قسمت رو میزنیم و قسمت آخر که کادانس نهایی ما هست که همون دوبلایی که توی میزان اول داریم 4 مرتبه اجراش میکنیم و قطعه باش تموم میشه. پس عملا ملودی ها خیلی تکرار داره میشه، یه 3-4 تا ملودیه که اگه خوب یادش بگیرید بعد دیگه میتونید کلش رو از اول تا آخر اجرا بکنید. بریم یه دور از اول تا آخر اجراش کنیم که بدونید که در نهایت باید چی بزنید.
امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یادتون باشه که همیشه اول کار یه خورده ممکنه اجرای این قطعات سخت باشه چون عادت ندارید و تکنیکاش کاملا متفاوته با چیزایی که همیشه زدیم، ولی مطمئن باشید با تمرین کردن و تکرار کردنش آروم آروم یادش میگیرید و حالا هر چند نشه به اصل قطعه شبیه باشه ولی خب نزدیک بهش میتونید حتما اجرا بکنید و اجرا کردنش لذت بخشه. ممنون که تا آخر ویدیو با من بودید. یادتون باشه حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.